دیگه همیشه ما این رقم هستم دیگه، چون خنده در لب ندارم دیگه، خدا خبر معلوم. آره کاش تو زوزاد میبودی ما مفتی تو کس عاشق شدی. 16 اولاد 16 هم نداره، کمش کم که دایش کم 6 اولاد داره. شریکی کاش که باید تو کنی. یکی نباشه نمیشه. او مایم که داشار پیش میکنه. شما نمیتونید مقصد. من پیا 52 53 پیا است که ترکیه سو قدر خوب شه. در ما میگیم او که صدام تای خاک نخورد از دیگه تای خاک نمیشه. خواهی رقم یا خانه مصرف کنی سرجم بالای 5 لک و 50,000 مصرف میشه. ولی ما کم مصرف کردیم. شما فکر نکنید که یار کس نمی که شروع کنه یا مثلا خانه جور کنه دم مصرف از ما میتونه جور کنه. ما نمیگیم که ما خواهیم 300 و چند بوجی گاش خورده خدم زم کی حساب کنیم 1,50,750 روپیه. سلام، خدا کنه جور باشید، جانچم جور آقاچم خوش باشد، بخیر سالی و سلامت باشید، همیشه موفق تندرست باشید. عزیزا شما را بازم خوش آمدید میگم در یک ویدیو دیگر از چنل وطن میدیا. عزیزای دل که امروز هم گفتین که از این خانیادی رسلی یک ویدیو بگیرم، نینال دوباره هم دومینی از این نزی بخنیشه دیگه. این مناطق زیبای دهمردر شما دیدن سرسبزی را یعنی نال موریم دویق از خودشم هنجی از خودشم گپ میزنیم امروز واسه چند روزها که میدید دنبال چی امروز گرد فرصت پیدا ده خودشم فرصت پیدا کردم ده همیش دویق شی بیخ از توماییم یا دستایم از نمای خنیشی سوالایی که ما گفتیم دیگه ما انجام بدیم. ترا بنکشیم مونه دوستا شما اول بخیم زی برم از راه بعد از امورین داخل بخیم بگاه. سلام علیکم. جوری بخیری؟ جان جور خیرت بخیر. اول مثلا ما می چیز را در بخی پیش دانت زیم که آواش خوصه وایستور خواه آره خوبی؟ جمان تجار خیرت سلامت خدا خوش بخیر جمان تجار شکر لای دوای بنچینی دیگه دیگه بچهش بنکشینم دم گرم خدا بنکشینم صاحب بله ترک ما نزدیک باین بخستو ماییم کم چیگم دستایم ازی آره دیگه با تختش نه خواه با تختش نمالا چی تختش نشنی چک میشه باز آب بیدی کندمش پس ما پره زختا بود آره باید مالش خواب تخته با فشورده باید فرشنه ترا بنکشیمونه دستا دور بر چی صفاگمونه یا نمون آره خود سلی کار نیره ایره باشش نه چکه گرفتم از پیش دیگه خب سلام علیکم آره کلی گشگیم گشه خانه جوری بخیری چکه دیگه اول مثلا مامی چیز را جور مادی خب تو تای نگده دیگه نه تای نگده نه عادی بچه خوبه دیگه رفیقم میشی سلام خدا خوش دیگه همین گفتی بنکشی گفت خوب بده بنکشی دیگه آره بچه گرم ماشاءالله بنکشی خوب داره نظر خوبه بنکشی آره چرا خوب میاد آجرش کم زیبرای دیگه بخاطر زود رخشون میاد بنکشی زیاد دید نداره ولی آجر شکل رخشون باشه چیز را بنکشی آره دیگه با تختش نه با تختش مالا چی روش ده تختش نی چک میشه باز آب بیلی کندمش پس خب تمیز معلوم نمیشه دیگه باز خوبه تو تکمیل خراب نه شده باید فرشنه تازه روش رو دمره چکه گرفتم از پیش دیگه سیمان سیاه خدمت شود که دوده است دیگه کس در گرفتم خب میده قلبی نه تای نگده نه عادی گرفتم میده قلبی بچه خوبه دیگه رفیق نمیشی تو خیلی درسته بنداش خوب نمایا امیر گفت بیا بنکشی قلبی بده که بنکشین خوب تر دیگه بهتره استیمیت گرد میشن دیگه گرد میشن نظر خوبه دیگه کم بهتر میلخشون میاد یا اجراش کم دیگه دیگه خاطر زور رخشون نمیشه کم زیاد دید نداره ولی آجر شکل رخشون باشه بنکشی خوب معلوم میشه چون بخاطر آجر خوب آره خوبه خدایی روشته خوبه یار کو دیگه خب تمیز معلوم نمیشه دیگه باز خوبه تکمیل نشده نه
سوستا خانه بده شروع مره امروز شده 80 سال خوبه. بره یک واسه آره. دیگه اعتبار قدر من قدر من چیز دیگه جام بخشیده اچش نه بخدا اره جبن دیران اونجا سیمان سیاست خدمت شود که بوده است که دیگه فسر رگ گرفتم خوب میده قلبی بلدشی امیر کفیه بلدشی کو اره بنداش میده قلبی کدوم چون فسر رگ نمیشه دیران اونجا اره بنداش داره بنداش خوبش نمیه ماشاءالله امی قلبی کنی کم خوبتره دیگه بهتره اجرش سیمت گرد میشه دوده گرد میشه دیگه یکم بهتر میلخشم میه اره اون رگ خالی نمیشه کم درشت در رامونی بخیم از کار نمیتر یکم باید دیستش دیگه الان خوبه اره خوبه چند درصد خوبه یا دیگه که باید دیستش یک نه دیستش این کاری است که کم بیچچینیه نه خوبه اره خوبه روزی باید کم باید دیستش دوستا خانه بلدی خجور کده در دیگه بس وارد کم سندی باید کنم دیگه جام بخشید ده اچش نه دیگه بخدا خط باشه که میسندی نسخانش جبن چی نگم دیران اونجا یک کار کردیم در وطن دیگه در وطن این اولین باره که خانی عادی رفیق خدا اره همه بلدشی امیر کفیه بلدشی کو موفق باشید زنده باشید تشکر سلامت باشید دیران اونجا اره بند چی جات کردی اره ماشاءالله ماشاءالله الان رامونی بخیم نمیتر دیگه یکم باید دیستش دیگه فهمیدی؟ آره دیگه کمک باید دیستش یک نه دیستش این کاری است که یکم بیچکچینیه وقتی روزی باید یکم باید دیستش یکم دیگه شم بوییم که نگم دیگه بس وارد کم سندی باید کنم خوبه سلام علیکم دیگه خط باشه که میسندی نسخانش کارم نمیشه سلامت بخیری باشی کارنی آره بس دیگه موفق باشه زنده باشی الله تشکر دیگه کاریاش انجام میدی چیز بگو جاگه فیلم میگی؟ امو تر کم کم اره اره باید سلام کنی دیگه. اره سلام تو سلام منی نی بسم الله الرحمن الرحیم. نیش بگه سلام و عرض ادب دارم خدمت همه دوستان عزیز که این ویدیو را بیننده هستند. خلاصه همینطور که ما را در تصویر مشاهده مونید. خلاصه اینجا سر کار عادی هستیم مگسته کم کم خودکاریاش مجمع را بگسته. سلام علیکم. باشیایش را خلاصه علیکم بسلام. خلاصه سرنفشیایش را می بخیری خلاصه این خودکاریاش را جمع مونم دیگه. آره به خدا. موفق باشی میتر کوش کار منی تشکر سلامت باشید. کاریاش انجام میدی روزانه نی خلاصه فعلا دوزموزیم دیگه. روشن میدی آره روشن میدی کم کم اره روزی 8 ساعت به خدا. خوبه دیگه آره خوبه آره بیکاری دیگه بوری اسپارت میگیره. از ایران سلام منی اینجی اورو داشت خوب میدن نظر چرا خوبه چرا نیز به کار بشه سلام و عرض ادب دارم خدمت همه دوستان عزیز این ویدیو را بیننده هست. بخشش خوبتر خلاصه این بیچاره هم قصد چند تصویر مشاهده است. خلاصه دیگه خلاصه ما اینجا سر کار عادی هستیم مگسته کم خودکاریاش مجمع را بگسته این کاشیایش خلاصه امی کاشیایش را خلاصه خلاصه سرنفشیایش را می خلاصه خودکاریاش در جمع مونم دیگه. آره دیگه موفق باشی میسر دیگه کار منی دیگه گفتنی خاصی ندارم دیگه. شارم در روزانه نی دوستای عزیز فعلا روزموزیم دیگه. روشن میدی خوشبره روشن میدی روزی 8 ساعت گوجه بخدا. کار خبر سه آره باشه مشکل نیست هر جایی که باشه دیگه ما در خدمتیم دیگه. زنده باشی چی کاشی باشه چی خلاصه سیمانکاری باشه چی خلاصه دیوارچینی باشه خلاصه ما در خدمتیم دیگه. خلاصه خوشه برای دوستا خواهشیم دیگه. سلامت باشی بخیر دیگه. باشی آقای رضایی خداحافظ. خدا ما بند داخل آقای رضایی با اجازه خیر حالا مندن چی جور بخیری سلامتی آقای رسولی خوبی السلام علیکم. جوری بخیری اول مرمای خوبی که ما بخشی دوستان سلام کنم خیر سلام و عرض ادب خدمت تمام علاقه‌مندان و دوستان چینل وطن میدیا. ان شاء الله در هر جایی که از این کره خاکی که هستین جور صحتمند سر حال باشین.
بازم آقای شریعتی خوش آمدید به اصطلاح کلبه فقیرانه از ما. خوش باشی، زنده باشی. این جی که قبلا یک ویدیو هم گرفته دی، باز دوستا خواهش داد که همین قیمت های بگی مثلا که چقدر مصرف شده، هزینه شی. ما گفتم هزینه یه نداره، اندازه یک خیمه مصرف شده. آره چون نیست شده آشاب، نیست شده دم کمک، نیست شده زی، نیست شده دون خلاص رفته دیگه دمیترا رسندم دیگه. ساعت نرکنی خود تو ایت گفتارم تنیستی خود تو بانکشی ولایت گفتارم تنیستی خود عالم ما را میترنه. خب آقای رسولی میتر خیلی تقریبا 2 هفته میشه در زنگ زدیم تو ساعت شلوغ بود نه؟ آره دور در توی ما اینجا گرفتار بودی، کارت غدر بود دیگه. دوستا دفعه هم زنگ زد شماره دیدم نه؟ آره گفتم قیمت های امزی کار را تا بالا چند هزینه که امیر بخشید ما میتر بگی که اونجا خانه ما جور کنی دریم و قسمی که کسایی که ما رو میشناسه، خب ما در دهمرده گلزار زندگی نم، همون کسایی که از دهمرده گلزار ما را خبر میشناسه که ما خلاصه چکاره این در حالی که کار هم نیم ولی دسر از او یک دیگه می وقتا خلاصه ما سفره دیگه می سیزه سفرم که برشن توی موی گرفتاری توی بود خیمه در اینجی مثلا خیمه داریم یک کم وسایلی عروسی و این چیزایا گرفتار هم بودم، به خاطر ازیم خلاصه نشدم بخش دوستا یک ویدیو جور کنی گرفتار ازمی بودم که مردم مجبور کار از نارم را بندازین، اگر کار از خود من میترمندد ولی دسر زو گشکارا منجی کس دست در نکنم که نبودم من خوب کار کده و منجی کس کار از یام دیگه از اول هم عیب نداشت، بازم کس فیکس کار کده، خیلی خوب کار کده، کم کم کارایش مندد خودگوینش انجام ده، اگر نه دسر از اول نبود. بازم این روز فرصت شده که ما یک ویدیو بخششم تهیه کنی دیگه قیمت های کار را بخششم بگی. بازم ما یک براورد کدم تو یک ویدیو از بیخی و گچکارا بگر ما بخشت لیست تهیه نم. خواسته مگفت نمگفت که بار بیخی عادی مگفت بار بیخی همزور نفر که از کجا بود؟ از مالیزیا بود که اندونزیا هم ده اما بچه اندونزیا حال حرفا. آره سلام علیکم. علیکم سلام. مستای خوبه جارین بخیرین کار پیش راست خوش بخیری؟ همین چیز امیر سوک ما پیش رفت دیم یاد دیس میگی داشت دیگه گشت خوش نمیشه؟ نه گشت فعلا خو زیده دیگه خوش کم نمیشه دیگه تکمیل شده و خیره دیگه. خب آره انشالله. بخشی دوستا سلام منی خود. سلام علیکم دوستای عزیز، امید که تمام شما خوب و جور صحتمند باشید دیگه. ما اینجا در جاغوری در مرده گلزار گچکاری مونیم دیگه، به عرض خدمت از شما هر کاری که داشتین در خدمت هستیم. خب یه چیزالی گرفته کار آقای رسولی را این کار گچکاری که است از ما رفاقت هم است، غیر رفاقت هم پنجرش همکاری مونی تا جایی که واسه ما برسه، همراهش همکاری نی تا یک جای یه هم برسه ما هم. خب دیگه این را هموتر روزانه هم ده یا نه چکه؟ نه اینجا مترانه است دیگه، مترانه حساب است. بله میتر چی داری؟ متر است، متر 60 روپیه سفید کاریه، خب متر 110 روپیه ابزار است دیگه. خب دور امی لمپی ابزار و دانه بیزی یا متری؟ متری است. امی ابزار که از زیده؟ آره یکی از دانه ای است. خب آیی دانه ای است. امی چند زیده؟ بیر ده 300 میزنیم. خب امی آخر چه؟ آره آخر قیمتش 300. دگو تکنیک دیگه هم هسته؟ تکنیک هر رقم که دیزاینی که هر نه کس که امی چی بود؟ هر کس که هر دیزاین بخواه ما تکنیک برایش میزنیم. خب مشکل نداره. یا تخفیف نمیدی کم از 300 تخفیف هم میده ویش مشکل نداره، هر کس که کار داشت اون ما در خدمت هست. زنده باشی، سلامت باشی و خیر باشی. خدا جای سلامت. او فعلا خب نوبت رسید آقای رسولی اینالی دوباره آقای رسولی اینالی که قیمتای امزی در پنجره را که تا به حال چند مصرف ده امیر بخشی از ما اگر توضیح بدی. بینیندار کس که تو خنه خو اول مگه که اینمی ببختم چکوش از دیست خواهد نبینه خو دیگه امیرم تا بلوم سم نلگیل تا بلوم
این مطمئنه ارتفاع 120 میگیرم چون ریس خود نیه اختیار خود نیه. دیگه خلاصه بازم خوش آمدید میگم شما را. امی مصرف ازی که است تقریبا اگر یک نفر بخواید امی نقشه جور کنه یک نقشه 9 در 11 و نیم یا مثلا دای در 11 یا دای در 12 یا اصلا بخواید مثلا 8 در 12 جور کنه یا 8 در 14 جور کنه تقریبا مصرفات کم میاد امی رقم مصرف میاد دیگه زیاد فرق نداره دیگه. ولی مصرفات چی بخششون بگیم یعنی می پی وی سی که است چند رقمه خب یعنی می پی وی سی را پیشنهاد فهم قیمتاش گفتم. پی وی سی است مثلا 27 دلار متر مربعش، پی وی سی است 30 دلار 40 دلار 39 روپیه 50 روپیه 50 و چند روپیه 52 53 روپیه است که ترکیه است او قدر خوب شه در ما میگیم او که صدام تای خاک نخورد از دیگه تای خاک نمیشه اون متر عمر داره دیگه. مصرف از این که است همین دور برم زی که است کلا 12000 دلار خشت خورده خنجره تاق سقف شد اینمی 50000 در تقریبا خط کرایش خطی خشت از این تمام شده دیگه دور برای 40000 تا 50000 پیر گادر و میلگیر مصرف شده که محکم کاری ده دیگه یک 30000 آره 35000 البته اینا رو که میگیم بدون کرایه 30000 همونطورا کاشی و سرامیک مثلا مصرف شده. همچنان که است دیگه چیز خیلی منده خیشت خام و پیسنگ منده. خیشت خام که است دفعه پیشم خنجرشم گفتم که 10 اشاریه از ما بچه ها که است اکستورا میگم مگه تو هم نیر کارگر تاورده هم خیشت رو 10 اشاریه از ده سر دستو خیشت که است 2000 دنشی ده 12000 افغانی ده 13000 ده 14000 نام بلی خود چیه به اصطلاح. باز دیگه قبلا خیشت خود 3 روپیه بود 2 روپیه بود 2.8 روپیه بود حال 1.5 روپیه دیگه میجه چون کار کم شده و بچه ها مجبوره دیگه کار کنه یعنی 12000 تا 15000 خیشت خام ازش ده. دیگه چیز خیلی سنگ ازیر که است مرتضای کرمی به شکافایم یا لگه بگیم کل گیش میگید کل زیر داشار تیر یک خلاصه بخشیم یک 4-5 موتر داشاری میدک ده دیگه اشکست سنگ رقم 2000 2500 2400 2300 یک 20000 سنگ خورده باز اضافه هم شده پیشخانه به خاطر ازی گفتم میتر یک تنه پیشخانه جور کنم 1 متر بال بیرون باز بعد از اگر خیش چند یا رقم کردی دیگه در حساب وسطایشی خدایش اگر بخوای همین رقم خانه مصرف کنی سرجم بالای 5 لک و 50000 مصرف میشه. ولی ما کم مصرف کردیم شما فکر نکنید که یار کس همی که شروع کنه یا مثلا خانه جور کنه دم مصرف از ما میتونه جور کنه ما نمیگیم که ما خواهیم چون ما کس قنجره رفقا همی گپ زدم قبلا گفتم اگر اگه خانه جور کنه ماشار میدید نمیدید باز گفتاری چرا نمیدید از جمله کس اینا استاد جاویدی رضاییه که بخشی ممده دور بر امزی و خانه را کلا ده این سرامیک را داشار زده باشه امیر دیدیس بگیرم پسام زیاد نره همی یعنی دور بر امزی خانه را کلا داشار زده اگر شکست خوب استاد چند سال خیلی سالا تقریبا داد 15 سال در ایران بود در حساب کاشی و سرامیک چیزای شکست حرف نداره هر کس اگر کار ماردش خلاصه این نمبری خلاصه خود ازی چینل وطن میدیا را کسا که ارتباط شده دیگه موج دیا کسا کلا در یک جایی میتونی کس خنجغیزی در ارتباط شنه باز این کس در حساب نما و چیزا در حساب سیمانکاری تر چیزا هم خیلی خویه مهارت داره خیلی دیر کار کرده. یعنی منظور از کجا بود؟ منظور امزی بود که مصرف کلی امزی چند شده. مصرف کلی امزی بر سر تایشی 300 و چند بوجی گشت خورده خدم زم که حساب کنیم 1,50,750 روپیه 750 روپیه غلا 750 روپیه از خاطر که امروز زیر اردو کم همی چیم شم دخواه بود دیروز توی رفتد هم ده کسته 100 دیرنده گفتم 50 روپیش بخشش دی اردم بو قرار میدیت چالانج نه 700 روپیه امروز روزنزی شد 2 ساعت کسته چیزه دیرنده آره اونو پیسه زین دور برای 3.5 لک مصرف شده تا یه جایی را که ما رسیدیم دیگه این کف از این ده. البته کار ما چپکی است ما چرمه اید نکدم چرمه زیر بزک است بعد از کار کست
اینی وسایل که جمع کردی کاری خلاص شد باز بعد از کس چرما مونی خلوت چون کل آره کم خلوت هم شنا اینال کار بال کار برش دویش اینج من دویش اینج من خود کاری خیلی اذیت نه دیگه می دالیز رم خودگون چه مشکلی دروام بغل دروازه را میشندیم خلاصه دو سه دروازه مانده یک کم بودجهش نبود همزو خاطر بغلای دروازه زدن کنست اگرش دروازه باید دمو این کاری که مثلا پیش از این چیزا که سرامیک مونی چنده شنه ولی نشد دیگه باز به خاطر یک کمک مشکلات و مو کم دیرتر ما رفتیم از غزنی آوردیم اینو دروازه شندیم بخیر هم خود کاریش خلاص نیم دیگه اون گچکارم گچ بنه بعد از دیگه بخیر آماده نبرد میشه. خوی پنجره چنده؟ پنجره از تقریبا یک 90 در یک 90 متر چیز که حساب کنی روی هم حساب کنی خب مثلا یک 90 در یک 78 88 یک 2 سانتی زیاد گپ نیا میگم متر مربع زی که است در نام ای خود زی در نام سوئیس لایشه باز متر مربع زی در 29 دلار میره خلاصه زده کن خلاص کردم هر متر چیز هر 2 در 2 که است 4 متر مربع میشه در حساب 30 روپیه هم که حساب کنی 412 120 دلار میشه خانه 7300 7400 تمام میشه پنجره آره خیلی کسا شاید میاد چمنده شه در وقتایی بود که ادمی جنس را امی پی وی سی را در خانه 18000 19000 تا 20000 افغانی را هم کس مردم مصرف ده اولا کم در گران بود مثلا متر 60 70 روپیه بود او زمان که حساب میکردی خیلی قیمت بال بود یا از نصف قیمت هم زیاد هم ده پایین چون شرکت ها زیاد شده خاطر هم دیگه مردم نرخار آورده پایین کار نمانده دو خاطر مردم نرخار پایین آورده و جنسایش هم خوبه حداقل 30 سال زمانه ده مگه اگر 30 سال هم خراب شد یا ما پس دیگر نامدیم. خوی درگاه را چندی ورده یعنی همیک دبیختی این درگاه در اصل این طرف هم یک تخته نازک مایه هی طرف شی این طرف شم میتر خود اینجی قالب لی فرانسل قالب میگیره ایرا یک تخته دیگه این نمایزی و گلکاریزی یک تخته اینمی داخل از ایرا چوی خار میزنه بخشش یک دونه چارچوب آینی جورنه اگر قوطی گفتی قوطی جورنه از چارچوب آینی گفتی دیزاین دار از جورنه اگر از خود چوب هم گفتی بخشید جورنه قیمتایش هم خیلی عمده پایین خلاصه از 4500 شروع تا 5000 5500 5600 ما خودم دیگه فعلا اقتصادی نبودم 4500 را آوردم خاطر از اینکه گفتم هر رقم باشه داخل خانه اینج نه و نه گرمی نه یخی حداقل دیگه نه یک 20 سال خودم در 20 سال خدا مهربان آخر این طرف میشه یا اون طرف میشه نه نامید تورا نه که خیره آره ویدیو گرفتی اینا گچکارا کس رئیس تا گفتم موری خبری من گویی که در جاریه دلوخک ریه تو بازم خنجری استاد لذا مشوره چیز میگه نیست پیروز 2 ساعت دیر اندوخشش دیور داشت چماش دخواه بود چرا خمه ولی چیز بگیم دیگه خلاصه برنامه این نبود که این روز کار کنی گسته خواه آره دیگه ما در خیال راحت دیگه خلاصه خواه کدوم دیگه ساعت 9 بجه بود 9 بجه بود گسته آقای رسولی اماد که باش برو سر کار بود گسته ما هم صبحانه نخوردیم خلاصه رفت از بازار نان مان ارجی و دیگه ارجی خلاصه صبحانه رو خوردی سر کار باشه دیگه استاد تون بیا میشه شکل زد استاد بیا تو شما استاد هیچ خب خلاصه هم فعلا هم دیگه این پجارکای خاردار درو کار دیگه است دیگه هم پلاستیکای نفشای سری نفش کاشی داره و میار میل دیگه است بلیش گاز میشه دیگه خلاصه یعنی میار انجام میده دیگه دیگه امی اینجی دیگه جایم کار کردی یا نه امی کار چرا کار کردم جای دیگه هم کار کردم یک جا کار کردی در نوبات خانه حسینی کار کردم کاشیش کار کردم دیگه باز جای دیگه هم کار کردم آره دیگه خانه حسینی کار کردی دیگه خانه اسکیر کار کردی دیگه خانه اسوت همینجی خانه اسکوتگون همین بلو خانه خصوص خلاصه اینجا جای خانه خصوصی موشه است تقریبا 2 طبقه کاشیش را هر 2 طبق شما کار کردم دیگه خلاصه شاید بگیم دیگه این اینجی کاشیای این وزیر ما کار کردم انگا یک روز جداگانه اما این خبر نمیداره اردیم باریم و در اونج که میشی کاشیم زور کار کردیم تو خانه چطور سالای تو صحیح باشه مشکل نیه دیگه
ما که بود قبلا که بود در ایران بودم دیگه. آره تقریبا 15 سال ما در ایران بودم. خلاصه اونجا کارهای کاشی بود، کارهای سنگ نما بود، سنگ داخل بود، خلاصه دیوارچینی بود، خلاصه سیمانکاری بود. خلاصه این چیزا رو ما انجام دادیم. خلاصه دیگه طول 1 سال مشکست ما را خلاصه خودگونج خبر دیگه که ما را ایران بور کرد. خلاصه از اونجا ما مجبور شدی اماد دیگه. خلاصه اینجا ما دی اینال ما برای فعلا این میده چاو سنگیم دیگه. می که قنجه غرسلی کل داشار ترک دید نه؟ آره. امی یک نفر دیگه بخواه خانه جور کنه چیز کار کنه در نظر است؟ والله یک نفر دیگه که بخوای خانه جور کنه دیگه باید مجبور دیگه 5-6 لک روپی هزینه کنه دیگه. خلاصه بیچاره عادی کسم نداشت نه؟ دیگه نداشت. آره. اقتصاد نداشت. آره. امو دور برای 2 لک 3 لک در نظر امو دور برای مصرف کرد دیگه. خلاصه ما چند روز خیلی اومد خنجگیش اشوار اومد مینیا پزرکای خانهش را دو تا دار کلا چی مثلا میمانخینهش چی مثلا می خانه نشیمن چی دالش چی مثلا چی شیگ است کلا ما داشوار کردیم خنجگیش. فقط این می کاشی ماشیایش رو دیگه اش ما با خنجگیش واسه کار کردم دیگه. دیگه کمک بیشین دینامشه ما گی تقریبا دکترم گفتی همین طلباش اوضاع ما خواستم پرسام مثلا پرید بستنش نه این اکسره می در اوضاع سه خبرن چرا تره. خلاصه ما این رقم بلدی همیشه ما این رقم هستم دیگه چون خنده در لب ندارم دیگه. خدا خبر معلوم نیه که دیگه هیچ چی رقم هست. چیزگاه به خنده در لب نده. ایت خبری خودم خبر نیم. خوبه. آره. کاش تو زوزاد میبودی ما مفتی تو که عاشق شدی. ما 16 اولاد 16 هم نداره کمش کم که دایش کم 6 اولاد داره. کاش ما بودی تو عاشق هم باشی. تو میگه پس بری عاشق نمیشه؟ لیست جنگل آمازون لیست دکست چه دیگه خانه همینجی زندگی همینجی دیگه چی میخوای دیگه؟ خلاصه دیگه زندگی دیگه از ایران مربور کرد. خلاصه بخشم زود یک چیزه؟ مجبوری دیگه خواهم فشار مایه دیگه. خلاصه اونجی تمام دار نادر از مو اونجی بود. خلاصه اونجی همه چیز را سودا کو فروش کو بیا نه از نه اینجا بیا کس خانه و زندگی تشکیل بده. خواهم دیگه زندگی دیگه انسان دیگه بلش فشار مایه دیگه. صحیح. آره بازم خدا را شکر کنم. خلاصه هم گوسته ندارم. غیر اصلی این دنجی غیر کاش تموز نمیشه بخشته دل تو را گفتره این نه این باز جایا کست از بله خب ما یک نفر که مال مگه بیا شار دیم ما یا ما این دگر دیگر همیم یا ما این کست کارآفرینیم چی رقم کارآفرین ما کس کار کردیم ما آفرین و این روز هم ده کست اگر شکارش هم خلاص شده یک کم من در دیگه مورد که دیزنی من دید خراب کردی جای نمیشید شیرینگی کاش که برش تو کن گرمی هزار ترک ده یا کار خبر نه دیگه باقی ها این روز اول دیگه این باید فیش گرمی طاقتدار باشه چون رنگش پخته باید خیلی طاقتدار باشه نه فهمیدم چی رقم صحیح آقای رضایی دیگه اینالی اگه گفتنی یک دیره بخشید دوستا الله گفتنی خاص ندارم دیگه. خلاصه دوستا دیگه امید که جور و صحتمند باشه هر جایی که باشه. خلاصه خنده بر لب داشته باشه دیگه چیزی گفتنی ندارم دیگه. خب موفق باشه. تشکر سلامت باشه به شریعتی دیگه زنده باشه. ما یک را آقای رسلی رو دیگه راستی یک چیز دیگه که جای من خو خلاصه همی گچکارا کسا چند وقت به پاکستان بود خب یا لمده فعلا کسا سکونت سنگ ماشه رو داره. سنگ ماشه میشه در اصل زامرده یعنی اینجا کس خانهش هم اینجا لالش یا فعلا اینجا بازار کس گچکاری در هر جایی که داشت هر جای جاغوری باشه بخشش میزنه خیلی قیمت خوب کارم از دلش نبود اصلا باید بخشش نمونه میزنه دیگه خیلی خوب گچکارای بازار کس نمبرش خواست کس همین خنجقه سو توری پاکستانی رابطه نمبر کسش بیدی تو خنجقه در رابطه باشه باز تو اینا خبر کو که هر جای کار باشه در جای جاغوری باشه بخشش کار نه. همچنان کسا استاد جاوید میتونی بوری داخلی حمام کسا نشان بدی امو کاشیایش را که چی رقم کار کردم نمونه کارش را بخشش نشان بدی. اگر چی در افغانستان مردم مگه کسا کار نیه ولی
کی بر سیل کنی مفهمی که مثلا وسای خوبه مثلا کار خوبه مثلا در جایی که بخوای یا رقم کار است از کارگرم پیدا میشه وستام پیدا میشه بهترین به نام پیدا میشه که کار کنه دیگه نظر در عبدالشرم کار پیش موره یکی نباشه نمیشه او مایم که داشار پیش میکنه شما نمیتونید مقصد بازم دیگه هر جای کسی اینجور صحتمند باشین زیاد بخشیم نمیکنم دیگه تا ویدیوی بعدی و دیدار بعدی شما رو به خدای پاک و یکتا میسپارم. زنده باش آقا رسولی در ما داخلی یه مازی داخلی هم کاشیش البته حمام نشویش یک جای بازا دیگه تشکر که داخل برنامه همراه از ما بودین جهان سپاس تا ویدیوهای بعدی خدا نگهدار.